رانندگی هم فکر کنم آرومش میکنه با آهنگ. آره و نمیتونی آرومش کنی، بعد خودش آره هیچ کس نمیتونه علی آروم کنه. آره همون. علی از این ویژگی که مثلا کسی بخواد سرش منتی بذاره یا مثلا بخواد غرورش رو خودش اصلا یارو خودشو بگیره واسه علی خوشش نمیاد. تایپ من برای ریل زدن چیه؟ دوستان اینقدر باشه. سلام برعکس. خیلی چاکریم. به کانال یوتیوب من خوش اومدید. امروز اومدیم با یه موضوع خیلی جذاب. چاکریمو بگو. مثلا اومدم کف فلا و شاخلری و چاکریم دیگه. نه اینجا نمیشه. بچه‌ها موضوع امروز اینطوریه که علی اینجا نشسته و من صمیمی‌ترین رفیق دخترش و مانی صمیمی‌ترین رفیق پسرش و منی که چند بار بیشتر ندیدمش. قراره چند تا سوال جواب بدیم و ببینیم که کدوممون بیشتر علیو میشناسه. و اینم بگم امیر حسش شومش خیلی اینجاست که رفاقت. نه آقا حاجی حس میکنم اونا که خیلی صمیمیان تازه همدیگه نمیشناسن تو جزئیات. نه چون کلا دقت نمی‌کنه. حالا بریم ببینیم چی میشه. خب بریم سراغ اولین سوال. بین خواب و ورزش کدومه؟ دینگ ورزش. خب نه ورزش به نظر من. آره بنظر اصلا تنگ کرده، یعنی اینا قبلا با هم میرفتن باشگاه ولی اون گشاد شد، این همه تنگ. ولی مثلا یه دفعه هم بیفته تو خواب کلا خواب میچسبه دیگه. حالا خودت بگو. ورزش و آره ورزش. خودش هم داشت فکر میگه. آره نه داشتم فکر ولی ورزش. این حرفا چیه؟ نه ورزش. چرا؟ دومی سوال. بچه‌ها چند تا سوال ساده میپرسم بعد میریم سراغ جنجالیا. بله. ورزشی که دوست دارم. کشتی. کشتی. دوست داشت ولی الان میره بنفش. دوستان یه دقیقه نیمرخ شد لطفا. شما این گوشا رو این نیمرخ. نه جفتش الان نشون میدم. این نیمرخ داره بغل این پاستیلا دستساز نیست که. گردن نگاه. خب ورزشی که دوست دارم کشتی بود که ستاشون درست گفتن. دینگ دینگ دینگ. از چه ویژگی آدمو بدم میاد؟ من بگم. حاجی من میگی یعنی میتونی بگی واقعا؟ اونو حدس بزنم دیگه. کلاً از آدمای دورو خوشت نمیاد. اون هم هیچ کس خوشش نه یه چیز دیگه. آره این که اوکی همه واقعا بدش. آدمایی که از بالا به بقیه نگاه کنن. بگو همینطوری بگو. آدمایی که آره همون. علی از این ویژگی که مثلا کسی بخواد سرش منتی بذاره یا مثلا بخواد غرورش رو خودش اصلا یارو خودشو بگیره واسه علی خوشش نمیاد. باید علی باش راحت باشه دیگه. اونم یعنی با علی راحت باشه. غرور خوشش نمیاد از غرور خیلی خوبه ولی فقط غرور. تایپ من برای ریل زدن چیه؟ دوستان اینقدر باشه. آجی من میدونم قبلا پلنگ باز بود ولی الان رفته تو حالت نیمه نچرال پلنگ. کسی که مثلا که ژلی چیزی داشته باشه اما خب ببین خیلی هم پلنگ ژل فقط ژل لب به نظرم علی میپسنده. بابا همتون دارید درست میگید. خب اینم درست حالا یه میگید. چیز دیگه بگم. بعد من حس اینقدر داری میگی؟ اینقدر قبلا بود الان ولی باش من حس می‌کنم علی شوگربازه. یعنی اینم میتونه جوگه. وقتی عصبیم چی آرومم میکنه؟ اینو فکر نکنم. علی راه میره پیاده روی. به غیر از اون فقط باید خودش آروم کنه و رانندگی هم فکر کنم آرومش میکنه با آهنگ. آره و نمیتونی آرومش کنی، بعد خودش آره هیچ کس نمیتونه علی آروم کنه. علی آروم کنه باید خودش علی موقعی که پیاده روی کنه یا با ماشین رانندگی کنه با آهنگ میشناسنم خدا. آره بچه‌ها من دارم فکر نمی‌کردم اینو بتونن بگم. هیچ کدومتون اصلا منو نمیشناسید. یعنی هیچ کس نمیدونه من چه کنم. شاید توی کار منو بشناسید ولی بقیه بعید میدونم. من زیرابی میشناسم همه رو. فکر میکنید نمیشناسم من یا سورپرایز هم. آره اینم عوضیه. نه آجی من واقعا پشمام ریخت. چرا منی که بعد دوبار دیده باشم انقدر چیز بدونم؟ خط قرمزم تو روابط چیه؟ تو دوستی. من حس میکنم مثلا کلا اگه مثلا من الان با یه دختری بیام پیش علی، اون دختر رو اصلا نمیبینه علی و این کلا این دید علی خیلی دوست دارم. علی که سر به زیر اون هیست. آره. علی
خط قرمزش اینه که یارو بیادبی نکنه، چون کوچیکترین بیادبی کنه کلا علی فوش میده به یارو و بلاکش میکنه. همینطوری یعنی دختر باشی بیای مثلا بگی کثافت دیوونه، حتی یه فوشی بهت میده دیگه، فکر نکنم علی خط قرمز دیگه هم داره. علی خوشش نمیاد به کسی بچسبونش، مخصوصا تو جمعای غریبه. خیلی بده. و اگه قرار باشه با کسی هم اوکی شه، دوست داره اول طرف بهش بگه و خودش هیچ موقع نمیگه. خب پس بشین تا بهت بگم. نه این همه دیگه پسره. بچه 4 سال سینگل. آقا پسر دیگه، پسر رو باید اصولا بیشتر بده. دختر که این نمی‌تونه. اخلاقشه دیگه. خب داشت من تا الان دیگه آخر اون دختر تمام پیام شد. میدن الان مثلا دیگه. تو حاضر بیشتر بدی به کسی دوستش داری؟ نه. رسیدیم به سوالای جنجالی. دلم می‌خواد یه دختر ازم خواسته داری. حتما. همین پسر. من تو برج خلیفه. آره. منو دارید مسخره می‌کنی؟ عشقم بپرس. چند تا اکس دارم؟ سلام علیکم. من فقط نمیدونم این بذارم. فکر اینو بتوانه کنم نه ایکس. علی 3 تا ایکس داره. نه ولی علی 2 تا ایکس داره. 2 تا آره با اون دختر و اون گنده. آره. با اون داداش، خب تو دخترها فقط نه، دو تا شنیدی. اون ما لاغره از اون موقعی هم که با ما که نه، انسان تا جایی که میدونیم منو سیده 2 تا بوده که در موردش صحبت کردیم. بقیه هم ایکس حساب نمیشه. اگه سوال پرسم تو بیاد برن. علی و مانی چند وقت هم دیگه میشه؟ 2 سال. 2 سال چجوری؟ همینطوری 2 سال. تو لایف آشنا شدم. تو لایو آشنا شدیم. همیشه. من که با همه سری رفیق میشم. خیلی اینا سریع با هم مچ شدن. یعنی روز اول بذارید اینو این تیکر رو تعریف کنم. روز اول که ما علی تو لایو میدیدیم گفتیم او چقدر خفنه، تازه اومده تو استوری. من الان میبینی خفن نیست؟ چه خفنه و اینا. بعد اینا با هم لایو میذاشتن این دوتا. بعد یه توی کرد. بعد ما خواستیم اکیپ بزنیم با بهار شفیعی و اینو کاپلش و اینا. داشتم کاپل علیه؟ اون موقع کاپل نبود، اون موقع خودش کاپل داشت. بعد اومدن، بعد من گفتم این از ایناست که خودشو بگیره. مامانی گفت آره، منم فکر می‌کنم ایناست که خودشو بگیره. تو چه نسبت به منم همین فکر می‌کردم. بعد اومدن، نه تو یه فکر دیگه می‌کردم. زاد است. بعد اومدن علی خیلی سرسنگین اینطوری نشسته بود و اصلا حرف نمیزد، ما هم هیچی نمیگفتیم. بعد خب تو جمع بودیم، یه خورده صحبت کردیم راجع به کار، رفتیم. بعد ما خونمون هم کدوم قرار بود بریم غذا بخوریم، چیکار کنیم؟ ما شدیم هم‌مسیر. علی گفت بیاین ما میبریمتون. سوار ماشین شدیم، علی یه ماشین پیچید جلوش یه پشت داد. ما خندیدیم و هم رفیق شدیم ما. بعد دیگه از اون وقت اینطوری کرد. گفت بچه‌ها اوکی بریم اینجا غذا بخوریم؟ بعد گفتیم آره بابا. بعد دیدیم اینم خاکیه دیگه، با هم خاک تو خاک من شدیم و فکر گریه می‌کردم کردیم. اینا خیلی مثلا لاکچری لاکچری باشن ولی نیستن. پیشنهاد یه جا دادم، گفتم بریم بابا این چه حرفیه. رفتیم با هم گزوده. دیگه فهمیدیم مودامون با هم میخوره. رفتیم یه جای کثیف. نه کثیف هم نبودی. خوشمزه بود خدایی. الان دقیقا همون میاد ویدیو یوتیوب رو میبینه. فلافل ایوب. چی بود اسمش؟ نه بابا برنجی بود. علی فقط برنجی. بابا سوال بعدی بپرسم. سوال بعدی. سوال بعدی. من رو نمیشه اینو بپرسم. چند بار تا چرا نه تو اوکی بوق تو بذاری؟ راحتی. علی جان، علی شهباز سوالشون اینه سپیده خانم. خب چرا با کرگیشو که از من دست داده؟ نمیدونم. خب کسی 15 سالگی. نه 15 سالگی میشه باکره چجوری از دست داده باشه؟ من 14 سالم. چجوری باید از دست داده باشه؟ نه ما این رابطه داشته باشیم. فقط رابطه. خب بچی؟ رابطه من برام اولین 4 بوسه چند سالگیت بوده؟ من از 13. 13. تا دلت بخواد. یه اولی چند سالگیت بوده؟ 13. اولیشو یادم نمیاد ولی اونی که الان راجبش داریم صحبت می‌کنیم یادم به نظرم خیلی مهمه اولین نفر کی بوده. من یادم من 14 سالت بوده یا 15؟ باشه من اولین نفر رو اولین بوسمو یادم نمیاد. اولین رابطه 14 سالگی بود. 13. خب من یه خواهشی دارم. حاجی خیلی دیگه چیز بوده. به نظر من اولین خواهش رابطه‌م می‌کنم 22 چنل سالگی بوده. سابسکرایب کنین. اگه این چنل به یکا برسه تو هنوز ولاگ 17 چیز رو میدانم آزمایشگاه و خون دادن علی که ببینیم ایدز داره یا نه. خیلی وضعیت خرابه. نه الان 4 سال بیکارم بابا. تا حالا عاشق شدم. آره آره. یه بار. شاید 2 بار. نه یه بار. نه یه بار. یه بار. منم میدونم. یه بار. نمی‌ذارن که بچه‌ها میگن قا من حرف بزنم. نه از کنم اینا آدمایی که خیلی عاشق میشه. اسم کنم زیاد. و خب شاید نه بدش. عاشق شدن که
نه زر میزن. آخه عشق میشه یه تعریفی از عشق بکنید من بگم عشق آقا؟ همون که هی دوست داری زنگ بزنه باهاش صحبت خب اون کنی. که- نه آقا بذار نه بگم کرمه بابا. آقا بذار بگم عشق شو داشت یعنی- میشیدم بیرون. عشق یعنی داداش ببین تو قبل و بعد اون با 1000 تا دختر شاید بودی اما اون برات یه یه چیز چیز دیگه. دیگه بوده اون برات فرق میکرده واقعا برات مهم بوده کجا میره چیکار میکنه چی پوشه حتی اونم عشق حاجی می‌کنه. علی نه علی عاشق شده. خب چون تو بگو عشق نه وایسا چون تو اگه عاشق شدی نه یعنی عاشق شده چون وایسا نه اگه نبود این تا بین حرف این سری گفت نه. علی عاشق شده فقط نمیخواد قبول چه کنه سناریویی میسازن حالا یا شده یا خب نشده. تو یه تعریفی از عشق بکن. به نظرم اگه یکی رو تو زندگی پیدا کنی که حاضر باشی از خودت براش بزنی اون موقع واقعا عاشق. یعنی که حاضر باشی مثلا خودت پیشرفت نکنی یارو پیشرفت کنه من نمیدونم از خب- فداکاری کنه. من کار تعریف از خود نباشه ولی مثلا من دیگه نمیاد توی من با دنیا. همه نه من با با همه همه اینجوری. میام نه اون که فداکاری رو داره. با من پسر هم دختر نداره بدترین اخلاقم وای کلی اخلاق بد داره بدترین اخلاقش بدترین اخلاقش اینه که علی نمیتونی بعضی از شوخی‌ها رو باش آها بکنی. وای اصلا نه علی فوق العاده ببین بچا جنبه نه عاشق. بعضی موقع که میفته رو دنده لج که یه کاری رو نکنه یه کار خیلی کوچولو ببین تو 300,000 بارم بگیم که بعد بچه ها چوس معذبه یعنی مثلا نه اگه که معذب قشنگ میدونی آدم معذب وقتی منو فقط نیست. چند روزه که دیدی آره آخه اصلا معذب نیست ولی چوسی معذب بودن رو میاد آدم من خودم خب بریم بعدی امیر ادیتور نه محترم اینجا من پیش زدم من کلا با شما فرق دارم صندلی ما فرق هم شد نه یه سوالم من بپرسم چون اوکی. شک دارم میلف یا بیبی گرل ما باید حدس بزنیم میشه بینشون نداریم که داداش یا خیلی بد سو مثلا چند سال میشه سنو بگی چون میدونم 35. دنبال رد درجه میگردی 35 به بالا دوست دارم من باش میگم 25 تا 30 سال ببین نه 20 تا 35 سال اوکی عزیزم 36 رو دوست نداری؟ خب نه آخه ببین واسه دیگه چی؟ میلف حساب نمیشه که واسه اینکه بذارش ویتس نه آخه واسه یه کاری بالاخره باید باشه حالا واسه اینکه بری با خرداد ببری یعنی چی؟ نه آخه ببین واسه رل واسه فاب واسه واسه فاب آقا واسه فاب بچه مرسی که تا اینجا ویدیو همراه بودید خیلی دارن چرت و پرت میگن لایکتون نره بقیه بحثا رو بعد ویدیو کامنت انگلیسی براش بذارید و بچه ها بهتر کنید زنگوله رو فعال کنین حتما سابسکرایب کنین کلی ویدیو جنجالی دیگه هم داریم آخر ویدیو علی باید چی بگی؟ یا علی خیلی چاکریم چاکریم علی جان